هجمارا 587 یا روزنامه کردستان به هر دو زمانین کردی و عربی هاته بلاف کرن و تیده بحثا هجمارک مجارن گرنگین کردی و کردستانی و سوری و جهانی هاته کرن. دومانشت سرکده یروپلا یکی یا بش عربی یا همان روزنامه بابت کاتیه بلاف کرن به ناونیشان سرکفتنا دیپلماسی یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه و کوالیه کی سر بخواد دانو ستاندنان ده. بابت کدی یا پر گرنگ ده بش عربی ده یا و هجمارا روزنامه کردستان هاتیه بلاف کرن درباره جنا کردیا پیشمرگه او رولاوی دناو هزیده. هر وها بابتک درباره کمیته آماده کرنا دستور سوریه هاتیه بلاف کرن و تیده نویسکار ناونیشانا کمیته دستوری و خواهاویتن دسر راستیه را دیگه. نویسکار کارزان یاسین جالی خود بابتک درباره آواکرنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا یاکو خباتا خواه یا 61 سالی بردوام دیگه نویساندیه. هر وها روزنامه کردستان دوی هجماره ده هفپیوینک لگل کامیران حاج و اندام پولیت بیرو یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و اندام اوفیسا پیوندی اندر و یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه کر او جی بناونیشانا او روش عفرین تیده درباس بو انجامک نورمال بو آنکو پیشبینی کری بو جی سیاست پیاده ین دوباره برهمانینا دیکتاتوریت بون. روزنامه کردستان به هجماره خوایا 587 گهشت بر دست خونده کارانده به هر دو بشین خواهین عربی و کردی و تیده هجمارک بابت این گرنگ هاتنه بلاف کرن دواره سیاسی و روشنبیری و هنوارندی ین جیانه.